بابو ملنگ سلام علیکم، مونده نباشی. زنده باشین، زنده باشین. چه کار میکنیم بابو؟ من بخور چای جوشتم. چای جوشتی؟ بله. چه اوچاقی هم بابو با خود خودر داری؟ بلنگیه دیگه. شما کجا هستیم بابو جو؟ ای بابو به قصه برای دگاب نگه. ایشته. میگو کاکا جو. بله. برو تو رو این فرش بشی. من چای خود جوشتم بخیر خوش میان که خودت تو چای بخورم و خود قصه خودتو میگم. خوب. شما که بابو ملنگی جگاه پکنیکی هم داری، چرا پکنیک استفاده نمیکنی؟ چای به خود خودم نمیکنی؟ چای که واسه دگدون با آتش جمع کنید دیگه کیفیت داره. بفهمیدی؟ پیکنیک هم دارن گاهی وقتی ساگ اگزومی چیزی مصر نشه و پیکنیک استفاده میکنن. شما خیلی وقت نمیشه که نه اومدیم به این جگاه ملنگ شدی. همین 5-6 ماه میشه اینجا بیامون ملنگ شدم. شما از کجا هستی؟ ها؟ از کجا هستی؟ برای گپ نگردیم اونجا. چرا ماما؟ ما چخچرونم. خونه زن بچی مثل بابا این تو ویرونه بموندانی بیاندن اینجا قلا ملنگ شدم. هنی داستان دم. یعنی خونه زندگی نداری؟ تمام مال زندگی همه زن بچه همه او بود. یعنی هیچی خونه زندگی بهش؟ هیچی اصلا یک خوشی ندارم که یک کلاق بود. سختمون. همین الان سبقه گدایی کدام که ساکن پیکنیکی بخواستن نامه بیچارجی شدستن نمیتونستیم در هنی ببینید این پینگه ایران شما با خود چی میدی بخریم همینجا. خدا خیر شما قبول کنه. زنده باشین، سلامت باشین. اگر دست ما کمک بشه به شما دریغ نمیکنم. خیر بینید. ما همین 2 کوچه 3 کوچه بالاتر میشینیم. خوب. بله یا. خوبه. دیگه اگه قضا موزه هم پیش شما با میمونه من رای کنم. خوبه ببینید. تیار خوشحال باشین، کار نداریم. جور تیار باشین. خداحافظ. خوش آمدید. خیر بینید. میگم مامو جو. بله. چای تیار کردی بیا بشی که چای بخوریم. گاهی وقتی دعا بکنیم. دعا میکنم بیا بشی چای بخورم چای تیار کردی انا میرم میارم دیگه. نوش جان شما. خوب. من میرم که کمک خوش آمدید خیر بینید. زنده باشین، خداحافظ. سلام علیکم بابو ملا. و علیکم. بنوشید. بابو. بله. ما یک چند تا گل گلوله کنیم دستم مخچه بالا ماده. پیر بزرگواریه. شفا طرف خدا دیگه بعدم مردم گل گلوله میکنه دیگه. خب. خب این افتای خود میدن کمک. باشه نمیدانه بگی. خیر بینی.
بابو بله چند تا گلوله کنو؟ این 4 تا بابو. بگو به هر مخچی یک دانه گل گلوله کن. بله 5 تا مخچه دستنه. 5 تا بیشتر نه. 5 تا. بله این هم 5 تا بابو. کیاره دیگه؟ همین هفته شما او داره. خب این دستخ شیشتن هم بکنو. ببخشیم بابو جو. خدا بخشه بگی. خیر بینیم بابو. خب بابو بله بچه مچا که شما رو اذیت نمیکنم اینجا. نه شکر خودش کس مزازا نمیکنه. آنه بابو این سدی هم از شما. خیر بین خدا خیراتشون رو قبول کنه. دعا کنی با حقا. دعا کنید کنم. خیر بینیم. شما خیر بین. با اجازه بابو. بگو چای نمیخوره. خیر بینیم بابو. خیر. خوش آمد. سلام علیکم دلم شما ماما ملک. و علیکم السلام. شتن ماما. شنه یار جان جوره. جان جوره. خیریه. شنه جانجوره یاری. تیاره شکر. جانجوره باز خدا. تیاره آه شکر. شما اینجا ملنگ شده ماما. بله او. نگو تو کجا هستی؟ ما سراخو از سراخو. به چه کینی؟ کی تو به چه کینی؟ احسان جسکله به چه اصلا جز کله ای؟ به من خیرات آوردی؟ کی به من خیرات آوردی؟ نه پیار من خیرات جمع میکنه تا بازار سپنجی چرخ میدم. بخیر کو کجا مزای من هست بخیر یاد بوده من خیرات نه آوردی میگم مزای من هست ها مزای من هست بخیر مزاین آه دیگه بخیر کجا برو بخیر برو به خونه خو خونه ما با خونه مانه دیگه. من با خوبی آمدم به چرخ زده. خب چه خسته بیاد دیگه جواب پیش میشیم مزایمت کنی به من من کار ندارم ماما با شما. بخیر برو کو کجا با بخیر خدا شما نمیزنم ماما. بخیر من خیلی بچه خوبیم نمیزنم شما. تو بخیر بخیر کو کنی بخیر برو بخیر برو آه بخیر برو بخیر چاش چیز میزی با نکردین خودی هم میخوریم سباب میکنیم. 100 نفر ما که به من خیرات بده با تو چیکار کنم بده کو کجا برو بده 100 نفر من خیرات میده بیام که شکم ماما اگه تک کاسی ما شوروا داریم ما امشب بمونده بیارم. مدر مگو تک کلپ پا ببار کردم. ها برو اینه کو پیکنیک کو واسکت مک کو بالشت مک یکی نیم سال مثلا خیرات دادم کارم چیگک بود پیکنیک واسکت کی بودوش
جمع کردی و چی برفتی دستور در کنه که در کردی کمون از بگیره نکرد خدا نترسیدی تو پیکنیک به میاری جمع میگی بر میداری میبری باز کرد بر میبری زندگی بر جمع میگیر میبری خدا تو ترس ولی کجا بپالو خدا جو طور در بدر کنه مرد در بدر کردی تمام مال زندگی من جمع کردی برفتی از خدا نترسیدی تو چکار کاکا جو چه گریه میکنه خیریته والا نگو بله. تو نفر ندی که پیکنیک و واسکات مملا بغاله باشه برو والله بغالیو آه. نه دیدم چرا به می زیارت ملنگو خب بیا ماده بالش نمه خود کمپلچه که سفیدش نوردش خود پیکنیک و واسکات معمولو که کده بالش من جمع کده وردش برفته یک نفر دو نفر میاد اما دیگه اگه پینجر به خیرات دیگه اگه ساعتی به خیرات دادم اینا همه جمع کده برفته در بدر شد خدا بر در بدر کنه اشتا خدا زده خدا نترسی بوده که از ملنگ زیارت آمده برده ای شاید بچه بله، نادون بله. چیزی برده باشه دوز نمیای بابا جو که یک واسکاتی برداره خودی پیکنیک ببره شاید این بچه ها خود برده باشه یا پیونه چیزی هیچ بده چیز باشه دیگه اصلا یک خوشی میشید تو پیدا نمیشه که من بخورم چاش خیره کاکا خدا مهربانه گریه نکنه بلکه پیدا شه بلکه خدای پاک او رسوا کنه لالا اگه ور دیدی منو کارو تو بستو و ببینم مستونم اشتا نمستونم ملنگو زیارت نمیدی بهتر که هسته بلیو. بلادون خوب اگه ببینم از اون مستونم میاد خیر بینی گریه نکن کاکا جو ایشته گریه نکنو زندگی رو ببوده خیره گریه خدا مهربانه نکنو بلکه پیدا شه بیا کاکا جو بیا بریم ممسر زیارت بریم خدا مهربانه پیدا میشه بریم خانیرم بگیریم خدا مهربانه بلکه تا چاشت شما یک چیزی بشه بریم خدا قبول کنه یمی باره دیگه بریم گریه نکن کاکا جو خدا مهربانه پیدا میشه انگار که تو به خاک شه به تو میگم ماما مالنگ 5 دقیقه اینجا میشینم نه و خبره بخوردم رزقتو ای بخور ملنگ مسکین ای بخور ازم جمع بکن همه تولشته که بوی نبود خیال پلاستیکا که نون یه خوش از نون بتای کنه آنی دایی گردن من باشه چه جیره های پیشی رو گذاشت ده ای 50 ای 50 110 یعنی 100 50 110 نه ای 110 یعنی 100 50 110 190 110 100 190 خدا زده دیون خدا
آدم خدا زده. اینا را کجا بردی؟ بله ها؟ از کجا بردی اینا؟ از سراخو از سراخو؟ اونا چی؟ کیا؟ این واسکاته. اپیار منه پیارتونه به دست تو چه کار میکنه؟ ها؟ مسلمان هستی تو؟ آدم یک ملنگ زیارت یک خنکنده بدبخت میره دوزی میکنه. ها؟ دوزی نکردم اما دوزی نکردی؟ چی دوزی کردم من؟ کدوم منه؟ اینا را کجا بردی تو؟ اینا رو من میبرم ما بریم به ایران لکه میرفشم اینا رو بیرفشیدم اینای ای خدا زده ای ساده تو فکر میکنی مردم مثل تو نه؟ همینا را مال من ملنگ بیچاره داره و داره به تک پیچه میگشته میگه با بالشتم وانه همینایی که نشونی داد واسکات من بالشتم پتوم پیکنیک می همینا رو چون کی ببرده بس نشونیات تو اریاده میرم بداد که بیا آدمی اینجا خودم جرباس کرده تو میگی نه از من میفروشم تو رو ببرم دست وکیل محل به منالی ها خجالت نمیکشی از این کال خو خورده کی راکیزیو کو هرچی بر دیشتای کو یالا کو بریم بده دست صاحب بده زود باش دیگه چی بر دیشتی کی صاحب هیچ یا مسلمون نمیده کارا میکنه پیش می بیچاره ال به گریه شد که هر چی داشتم ببردم آدم چی بگم بخی یالا دیگه بخزا بگیرم بگیر میزنه تو به پیش خودم میبرم اگه تو بخشید یالا داد تو خوب اگه نداد بگیرم بیا بیا یگه بیا یگه بیا یا با تور به یک جای گیر میکنو حالی که اینا باشه ببرم دست مسلمان دو خدا بکنه دیگه چیزی نبوده باشه حتی کیسای برداشته باشی تور با به یک جای گیر میکنم کار تو تیار میکنم خدا تور به شرمونه